تو پناه میبریم از علمی که نفعی ندارد و از قلبی که خشوعی ندارد و از عملی که مقبولیتی ندارد و از دعایی که به درگاه تو اجابت نمی شود. پروردگار به تو پناه میبریم از این که با این همه ظرفیت و استعداد بنده عاجز، ناتوان، سست و تنبل، ترسو، کمکار، بخیل و ناکارآمدی باشیم. پروردگارا ما را از جمله بندگان خالص، مخلص، فداکار، ایثارگر، شجاع، بانشاط، با حوصله و خدوم بگردان. پروردگارا ما را و فرزندانمان را سربازان و مجاهدان جان بر کف خودت و راحت قرار بده. پروردگارا ما را به وظایف و مسئولیت‌هایمان آشنا بگردان و ما را وظیفه شناس و مسئولیت پذیر بگردان. پروردگارا فرزندانمان و فرزندان و جوانان امت محمد صلی الله علیه و سلم را هدایت کامل و سالم و صالح و مصلح بگردان. پروردگارا دلهای من را به تو میسپاریم. پروردگارا تو باغبان دلهای من باش و با بوته‌های قرآنی خوشرنگ و خوشبو دلهای من را به بوستان قرآنی تبدیل بگردان و با آب زلال ایمان و عقیده و عشق و محبت خودت آن را سیراب بگردان. پروردگارا در این شبهای پرفضیلت افکار من و دلهای من را با کلام روحانی و نورانی خودت نوازش و نورانی و روحانی بگردان. پروردگارا تو فرمانروا و سلطان بلا منازع دلهای من هستید و بر دلهای من هم با عشق و هم با خوف تسلط دارید. پروردگارا عشق و خوف ما را خالص برای خودت بگردان تا عزیزی در دلهای من از تو عزیزتر نباشد و عظیمی در دلهای من از تو عظیمتر نباشد و تا بتوانیم هر عزیزی و هر عظیمی را فدای تو که عزیزترین و عظیمترینی بکنیم. پروردگارا ما همه بندگان توییم و هر سه توحید تو را باور و قبول داریم، هم توحید ربوبیت و هم توحید الوهیت و هم توحید اسما و صفات و بر هر سه توحید تو را بندگی می کنیم. پروردگارا تو رب العالمینی و نیازی به عبادت و بندگی ما ندارید، اما از این که به ما اجازه دادید تو را عبادت و بندگی کنیم بی نهایت سپاس گذاریم و از تو تشکر می کنیم. پروردگارا استقامت و تداوم و پایداری بر بندگی را عطا بفرما. پروردگارا ما تمامی نامهای پاک و زیبای تو را و همچنین تمامی صفات والا و برتر تو را باور داریم و با آن نامها و صفات تو را صدا میزنیم. پروردگارا افکار و باورها و زندگی ما را سراسر پاکی و زیبایی قرار بده ای زیباترین زیبایان و ای پاکترین پاکان. پروردگارا شیطان را از سرمایه‌های امت اسلامی که جوانان عزیز، دختران و پسران و نور چشمان ما باشند ناامید و مایوس بگردان. پروردگارا پدران و مادران ما را حفظ و غریق رحمت بگردان. پروردگارا علما و دعوتگران مخلص را حفاظت و مزید توفیق عنایت بفرما. تجار و اهل خیر را برکت و دل بزرگ و توفیق انفاق مرحمت بفرما. حکام و مسئولین ممالک اسلامی را به راه راست هدایت و توفیق عدالت و خدمت به رعیت را نصیبشان بگردان. آمین یا رب العالمین. پروردگارا در این شب‌های حساس پایانی ماه مبارک رمضان هر عزیزی، برادری یا خواهری ما را توصیه و سفارش به دعا کرده. پروردگارا حاجت‌هایشان را روان و مشکلاتشان را آسان و آرزوهای معقول و منطقیشان را اگر صلاح دونستی برآورده بگردان و همه ما و آن عزیزان را خاتمه به خیر بگردان. پروردگارا زندگی کریمانی که بندگان نیکت را وعده دادی
پروردگارا زندگی کریمانی که بندگان نیکت را وعده داده بودی